در اساس مراجعت یک نفر ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی دو نفر نابالغ دختران 15 و 16 ساله ساکنان پشتخت برای در شبکه‌های اجتماعی پهن نمودن عکس و نوارهای بدنام کننده دستگیر کرده شدند. ضمن سنجش معین گردید که نامبردگان در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام صفحه‌های مخصوص گشوده با پهن نمودن عکس و نوارهای دیگر جوان دختران از آنها مبلغ‌های پولی طلب می‌کردند. وابسته به حالت مذکور بنابر سبب نابالغ بودن دستگیر شدگان نسبت والدان آنها طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق بیانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده جهت من بعد به چنین کردار ضد حقوقی دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شدند. استفاده و نصب همه گونه دستگاه‌های مخصوص روشندهنده و صدادهنده و رنگ و بار غیر استانداردی که تنها برای واسطه‌های نقلیات مخصوص نگرانیده شده است در افت-ماشین‌های شخصی قطعاً منع است. متاسفانه بعضی از جوانان تنها با مقصد خودنمایی و نشان دادن برتریت نسبت به دیگران در نقلیات خود دستگاه‌های صدادهنده و روشندهنده و پلیونکه‌های مخصوص را نصب نموده با این ترتیب معیار و طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه ویران می‌کنند. از جمله راننده افت-ماشین تمغه پورشه رقم قید دولتیش 0070 ON01 شهروند یوسفوف اسفندیار سال تولدش 1987 استقامت کننده نویه نورآباد برخلاف مقررات قانونگذاری عمل نموده نقلیات خود را با پلیونک مخصوص روی پوش نموده است. این عمل نامبرده از جانب کارمندان مقامات میلیس شهر دوشنبه آشکار کرده شده نقلیات و خود راننده به میدانچه جریمه‌ای دسترس کرده شدند. در نتیجه نسبت راننده یوسفوف اسفندیار پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده حالت حقوق ویرانکنی پورا برطرف کرده شد. از جانب کارمندان مقامات میلیس قبلا در چندین مورد اساساً جوان پسرانی که خود را معیوب وانمود کرده در کوچه‌های شهر دوشنبه مخصوصاً در بین راه موشنگرد به طلبندگی مشغول بودند دستگیر و نسبتشان چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شدند. اما این نوبت در نتیجه مشاهده‌های اپراتیوی دو نفر جوان دختر که در اصل جسم سالم و بازوی نیرومند دارند و تنها با مقصد به دست آوردن مبلغ خود را معیوب وانمود می‌سازند معین و دستگیر شدند. ضمن سنجش آشکار گردید که شهروند نسک و صبرینه سال تولدش 2000 و نسک و سفینه سال تولدش 2004 استقامت کننده شهر وحدت را در راه نقلیاتگرد خود را معیوب وانمود ساخته از شهروندان و راهگذران طلب کمک می‌کردند. چنان مشاهده و نشان می‌دهد شهروندان و راهگذران نیز به این مکر و حیله آنها باور نموده به نامبردگان مبلغ‌های گوناگون پولی می‌دهند. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شده با مقصد من بعد به چنین عمل ننگین دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شدند. اعتماد به فالبین و جادوگران و از آنها طلب نمودن کمک برای پیشرفت کار و فعالیت جستن درمان درد و عملسازی دیگر خواهش انسانی نشان دهنده سطح معرفت‌ناکی چنین افراد می باشد. گرچند حیله و مکر و باطل بودن افسونکاری‌های جادوگران و فالبین‌ها که یا آشکار و معلوم گردیده باشد هم ولی محض اعتماد بعضی از شهروندان گمراه باعث از بین نرفتن این طایفه گردیده است. مقامات کارهای داخلی جهت دستگیر و به جوابگری جلب نمودن جادوگران و فالبین‌ها پیوسته رید و عملیات‌ها گذرانیده چهره چنین افراد را به مردم نشان می‌دهند تا که به دام فریب و مکر آنها نافتند. از جمله کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی سنجشی شهروند نورعلی و منوره سال تولدش 1972 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه مشفقی را دستگیر نمودند که نام برده در منزل استقامتی خود استفاده از هر گونه اشیاءها به سرگیری و جادوگری مشغول گردیده با این را مبلغ به دست می آورده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به نام برده بر اساس ماده 428 کودکس حقوق بیانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده به مقدار 2560 سامانی جریمه بندی کرده شد.